کسی اگر با کسی قهری میکند و از 3 روز زیاد گذشت آشتی نمیکند، اگر خدا جانش گیرد این از نفرهای دوزخی است. گفت پیغمبر این بهشت ندارد. خیلی جای تأسف و جای خیلی عیب و خیلی جای گویم که سرزنش است که ما مسلمان ها با یکدیگر قهری باشیم. این خیلی برادری است. کمی برادری است. خدا تعالی گفت انما المؤمنون اخوتون، همه شما چه از غانچی، چه از خوجندی، چه از کولابی، چه از حصاری، همه ایمان داریم، برادریم. شما باید قهری نداشته باشید، یکدیگر در حسد نداشته باشید، شما یکدیگر در تحقیر نداشته باشید. اگر داشته باشید شما را ایماناتون کامل نیست. امید نماز داری، ایمان قبول نماز داری.